از نام همه حاضرین و اخلاصمندان ایشان را خیر مقدم میگوییم به شبکه بهارستان. استاد، شما را در کشور ما خوب میدانند، اما چون به مثل سخن از دهان لقمان خوشتر است. میخواهیم خود را معرفی بیشتر بنمایید و هم صحبت را حسن افتتاح ببخشید. خاص علاقمندان میخواهند بدانند که چرا پردیل تخلص کرده اید. در صورتی که میرزا عبدالقادر بیدیل فرمودند ز شرم بیدیلی خیش آب میگردم، مباد آینه پیش تو نام دل گیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوب و توفیقات ارزشمند و مفیدش. همه نعمتهای خداوند خوب هست و ارزشمند هست، اما با ارزشترین نعمتهای خداوند توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خوبی ها، پاکی ها، ارزش ها، توانمندی ها، مسئولیت ها و سعادت و خوشبختی ها. یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت وجود داشته باشه، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور ما و شما بیاید، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که خداوند خوب تشخیص دادن ماورای اون خوبی ها خوبی وجود ندارد. قطعا اگر خوبی در غیر از دین خدا وجود داشت، خداوند رحمان و رحیم و خداوند خیرخواه و مهربان و دلسوز اون خوبی ها رو لحاظ میکردن، و اگر نه خداوند مهربان متهم به بدخواهی بندگانش میشدن. و خداوند پاک و منزه است از بدخواهی بندگانش. جا داره که توفیقی که حاصل شده و سعادتی که نصیب این جانب شده به درگاه خدا سپاس بگم، و همچنین بانیانی که سبب خیر برای بنده و دوستان بنده شدن بی نهایت تشکر و سپاسگزاری داشته باشم که این فرصت رو مهیا کردن که من به شهر عشق و عاشقان و شهر علم و علما بیام، اون هم کشور تاجیکستان. خداوند به همه عزیزان و سروران که در رسم اونها پرزیدنت امام علی رحمان که در حقیقت سبب خیری برای بنده شدن و ما رو در کشور خودشون و در جمع بسیار صمیمی و دوست داشتنی مردم خوبشون لایق دونستن و این دعوتنامه رو فرستادن. ما هم خیلی خوشحال شدیم و از این بابت هم از دولت و هم از ملت خوب و دوست داشتنی تاجیکستان بی نهایت سپاسگزاریم. و بهترین پاداشی که من میتونم این عزیزان تقدیم بکنم این که بگم جزاکم الله خیرا. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری. از خیلی وقت پیش، نه از الان، دوست داشتم که به این کشور سفر بکنم، اما تا اذن و اجازه پروردگار نباشه هیچ قدمی انسان نمیتونه برداره، چون صاحب توفیق خودشه و صاحب فضل خودشه و صاحب منت خودشه. و این سفر ارزشی و ایمانی و خوب را جز فضل خدا چیز دیگر نیست و جز دعای خیر
شما عزیزان علاقمند به علم و علما چیز دیگر نیست. امیدوارم که این سفر سبب خیر و برکت برای بنده حقیر بشود و همچنین سبب خیر و برکت و افزایش دوستی و محبت بین ما و شما بشود و این اولین سفر و آخرین سفر نباشد، بلکه این افتتاحی باشد برای دیدارهای مکرر، اون هم به خاطر رضای خدا و دیدار برادران و خواهران اسلام. بنده محمد صالح پردل هستم. زادگاه بنده در شهر بندرعباس در کنار ساحل خلیج فارس. به دنیا آمدم در سال 1342 شمسی و تا مرحله سیکل یا سوم راهنمایی در بندرعباس تحصیل داشتم و از اونجایی که شیخ عزیزی داشتیم به اسم شیخ محمد زیایی رحمت الله علیه که فکر میکنم کم و بیش شما هم از صحبتان و سخنان این استاد و متفکر بزرگ بهره بردید، چون که زبانشون زبان فارسی و تاجیک هست. ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون انگیزه منو برای ادامه تحصیل در شهر پیامبر در دانشگاه اسلامی مدینه که برای فرزندان جهان اسلام تأسیس شده بود توسط علمای بزرگ جهان اسلام، از جمله امام ابوالحسن ندوی رحمه الله که یکی از بنیانگذاران این دانشگاه بودن، منو تشویق کرد و گفت که فرزندم، من فراموش نمی کنم این علما چقدر مهربانن، همه رو فرزند خودشون میدونن. گفت فرزندم، البته پدرم با ایشون دوست بودن و این دوستی سبب شد که ما هم بهره مند بشیم و از برکات مدینه سهمی نصیب ما بشه. بالاخره خواهش کردم که این پسر منو بفرستید مدینه تا درس بخونه، تا کسب علم بکنه. خواهشات مکرر، تقاضاهای مکرر. شیخ گفت هنوز این بچه شما کوچکه، بذار سنش کاملتر بشه، بذار دیپلم بگیره. بعد گفت نه، پسرم صبر نداره و من خواهش میکنم هر طوری هست ایشونو زودتر بفرست. بالاخره مدارکمونو فرستادن اونجا. بعد از 2 سال قبولی دانشگاه ما در شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم بالاخره آمد و ایشون به من بشارت دادن که فرزندم شما قبول شدید، برید درس بخونید. من همیشه این فرزندم تو گوش منه، پسرم، فرزندم. بالاخره با فضل خداوند و لطف خداوند و دعای خیر پدر و مادر و دوستی پدر و مادر با علما سبب شد که این توفیق هم نصیب ما بشه. همش برمیگرده به خود خداوند. هذا من فضل ربی. این تواضعی است که خداوند به ما یاد داده که در مقابل هر نعمتی نعمتو بر بگردونیم به خودش. و ما بکن من نعمت فمن الله. هرچی نعمت بر شما هست از خودش. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای خدا رو بشمارید قابل شمارش نیست. فضل خدا بی نهایت. من 2 سال دوره زبان عربی رو اونجا خوندم، چون که فارسی زبان هستیم، تاجیکیم دیگه. در ایران البته ملت‌های زیادی زندگی میکنن، کردها یا اکراد، ترک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، اما ما فارسی زبان‌ها هستیم یا تاجیک. بله، فارس زبان هستیم و عربی هم که بلد نبودیم
اونجا 2 سال دوره زبان عربی رو گذراندیم. بعد وارد مرحله دیپلم شدیم و من دیپلم و لیسانس رو در دانشکده شریعت، اونجا ظرف 4 سال، 3 سالم دیپلم و 2 سال هم دوره لغت، یعنی 9 سال در دانشگاه مدینه بودم. سال 58 یعنی سال اولی که انقلاب در ایران شد. من قبل از انقلاب 2 سال قبل از انقلاب مدارکم فرستادم، 1 سال بعد از انقلاب پذیرفته شدم. یعنی سال 58 شمسی من رفتم دانشگاه اسلام مدینه است. یعنی 30 سال پیش فکر میکنم خیلی از فرزندانم اون موقع به دنیا نیامده بودن. بله، بالاخره 9 سال اونجا بودیم با فضل خداوند. و بعد از اینکه اونجا موندیم و کسب فیض کردیم از محضر علما در دانشگاه و همچنین در خود مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم، به مدت 2 سال هم در کشور پاکستان اسلام آباد، دانشگاه اسلامی اسلام آباد، اونجا باز هم مشغول به تحصیل بودم. یعنی جمعاً 11 سال. بعد از اون دیگه برگشتم به ایران و با فضل و توفیق خداوند این برنامه ها خیلی ساده و آرام آرام شروع شد و خودم هم نمیدونم که چطوری شد که الان اینجا در جمع شما هستم. اونم دوباره برمیگرده به فضل خداوند، چون بالاخره خداوند بر هر چیزی قادر هست. ان الله علی کل شیء قدیر. الله فعال لما یرید هست. تعز من تشاء و تذل من تشاء. خداوند است که عزت میبخشه. عزیزمون و سرورمون سوال نمودن که چرا تخلص شما پردل هست. ما قسمی داریم در حکومت به اسم اداره ثبت احوال شخصی، اداره ثبت احوال. خب پدر من یکی از خیرین و یکی از بزرگان منطقه بودن و از وقتی من یاد میدم بچه بودم در این راه بودم و از باب تزکیه نفس و تزکیه خانوادگی نیست، بلکه از باب و اما به نعمت ربک فحدث، با نعمت خدا سخن بگوییم. از شجاعت خوبی برخوردار بودن. مأمور ثبت که ایشونو میشناختن برای انتخاب تخلص گفتن شما پردل. بله دیگه تخلص ما شد پردل. حالا من نمیگم من پردل هستم ولی دلم پره. دلم پر هست و خیلی درد دل دارم با همه عزیزان، همونایی که خویشاوندن و همونایی که مسلمانن و همونایی که انسانن. چون انسان 3 تا خویشاوند داره، 3 تا رحم داره. یک رحم خویشاوندی است و یک رحم اسلامی است و یک رحم انسانی است. علامه اقبال لاهوری هم همیشه میگه تو نوارها و سخنرانی ها هم شنید، چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه، سارا جهان همارا، کل جهان مال منن و همه مال منن و ما همه رو دوست داریم، هم برادران خویشاوندمون و خواهرانمون که با ما نسبی قوم خویش هستن، یعنی ارحام هستن، قرابت داره، و هم اونایی که همکیش ما هستن که شما باشین، انما المؤمنون اخوه، و هم اونایی که هم جنس ما و هم نوع ما هستن، انسان ها با هر ایده و مسلکی و کیشی که باشن، اونها هم نوع ما هستن و دوستشون داریم و براشون دعای خیر میکنیم. مجددا تشکر و سپاسگزاری از اینکه این فرصت پیش آمد و این ملاقات بسیار ارزشمند صمیمی. من نمیگم
از امروز شما رو میشناسم. من از خیلی وقت شما رو میشناسم، اما حضور فیزیکی توفیق نداشتم و همیشه در بندرعباس در هر کجا که بودم خودمو تسلی میدادم و میگفتم گر در یمنی چوبا منی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمن. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. انما المؤمنون اخوه. و حکیم عرب میگوید رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برای تو برادر و خواهری پیدا میشه که از مادر تو زایده نشده. غیر از شما هستید؟ نه شما هستید. خیلی خوشحالم که در کشور شما حضور دارم و اینجا رو کشور خودم میبینم و خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب شد که در این شبکه تلویزیونی خوب، اونم شبکه تلویزیونی بهارستان، که اطلاع پیدا کردم این شبکه مخصوص جواناست و خود ریاست جمهوری هم نظر خاصی بر این شبکه دارن و عنایت خاصی دارن و این بسیار حرکت ارزشمند و مفید هست که جوانا احساس بکنن رئیس جمهور در حق اونها پدری میکند و این فرصت به اونها داده که بیان در میدون و خودشونو محک بزنن. متشکرم. سلامت باشید. خب اینجا که جوانان حضور دارند، البته اونها با شما سوالها دارن و خواهش میکنیم که خب یگان چه پرسیدنی ها باشند اگر مرحمت. استاد میگفتید که شخصیت مسلمان در عصر حاضر باید چگونه باشد؟ خیلی ممنون از سوال خوبتون، چون خود سوال هم یک هنر هست و یک فن هست. ما فکر میکنیم که جواب دادن یک فن هست و یک هنر هست، ولی سوال کردن مهمتر از جواب دادن هست و سوالهای خوب همیشه به ذهن همه نمیرسه و شاید خیلی ها ندونن چه سوالی مهمتر هست و مفیدتر هست که سوالو مطرح بکنن. پس من خواهشم اینه که همیشه، نه در این جلسه، عزیزانی که سوالهای خوب به ذهنشون میرسه همیشه سوال بکنن از علماشون، از اهل ذکر، اهل فن، چون سوال مال یک نفره اما جواب برای همه هست. پس سوال خوب کردنم هنر میخواد، توفیق میخواد. یه وقت انسان سوالی میکنه که هیچ عملی روی سوالش مترتب نمیشه. مثلا سوال بکنید عصای حضرت موسی از چه درختی بود؟ چه عملی روی اون مترتب میشه؟ حالا جوابش هم بفهمید. یا معذرت میخوام، درختی که بابا آدم و ماما حوا خوردن، اون درخت چیه؟ انار، انجیر، گندمه. قرآن نگفته انار یا انجیر یا گندمه. حالا شما هم سوال بکنید چیزی روش مترتب نمیشه. سوال همیشه سوالی که تحولی روش مترتب بشه، تقدمی روش مترتب بشه، پیشرفتی روش حاصل بشه. خیلی ممنون از سوال خوبتون. شخصیت مسلمان باید چطوری باشه در عصر حاضر؟ شخصیت مسلمان باید قوی و جذاب باشه، در یک جمله، هم قوی و هم جذاب، زیبا. چون قدرت منهای زیبایی و زیبایی منهای قدرت، ظاهر زیبا اما تو خالی، یا قوی اما غیر زیبا، نه. اسلام هم به قدرت پرداخته و هم به زیبایی پرداخته. اگه الله قوی است، علیم، حکیم، قدیر، مقتدر، الله لطیف هم هست، الله جمیل هم هست. ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیباست و زیبایی رو دوست داره. شخصیت مسلمان باید هم قوی باشد و هم زیبا و جذاب باشد، چون امروزه کفر هم قوی است و هم زیباست. اگر مسلمان ضعیف باشد، نه اینکه کفر قوی است، چون مسلمان ضعیف کفر قوی است.
اگر مسلمان نازیبا باشد، جذاب نباشد، کفر و کافر ظاهر جذابی دارد. در نتیجه جوانای مسلمان سبب می شود که تعریف کفر و کافر بکنن. از زیباییش، از قدرتش، چه چیزی سبب میشه که یک جوان مسلمان بیاد تعریف یک کافر بکنه؟ اگر خودمون داشته باشیم و اسلام و دین قوت و جذابیت بدانیم، قطعا بهش افتخار میکنیم. دیگه به کفر و کافر افتخار نمیکنیم و تعریف و تمجید نمیکنیم. در نتیجه مسلمان باید هم قوی باشد و هم زیبا و جذاب باشد. قوی یعنی چی؟ قوی یعنی اطلاعات قرآنی و نبوی او خیلی قوی باشد، یعنی در اطلاع کامل از قرآن و سنت داشته باشد. چون 2 مصدر برای تشریح هست، یکی قرآن، 2 منبع هست و یکی حدیث. خب دین یعنی قرآن و حدیث، مصدر تشریع یعنی خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم. پس باید اطلاع کامل داشته باشد از دینش، از کتابش و از سنت پیامبرش صلی الله علیه وسلم تا شیفته و جذب غیر از قرآن و سنت نشود. دوم، اطلاع کامل به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تاریخ خلفا و تاریخ صحابه، زندگی نامه صحابه و علما و بزرگانی که خدمت به امت اسلامی و جامعه اسلامی کردند و درس گرفتن و اسوه و قدوه و الگو قرار دادن اونها. ما نیاز داریم که از بزرگانی که موفق بودن و پرونده اونها با خیر و خوبی و موفقیت بسته شده به عنوان الگو و سرمشق زندگی خود قرار بدیم. و این کنفرانس هم و سالی که اعلام شده به عنوان سال امام اعظم در همین راستاست. یعنی نه اینکه بزرگداشت خالی، بلکه بزرگداشتی که ما امید و شخصیت و تلاش و توفیقات و علم و دانش و عمل و تقوا و دعوت و جهاد و جهد و تلاش و همه الگو برداری بکنیم و همت والای این شخصیت بزرگ امام ابو حنیفه که من در یک کتابی درباره زندگی نامه ایشون خوندم، ایشون از 4000 از علمای تابعین کسب فیض کردن، از 4000 عالم از تابعین. این میتونه تحولی در شما جوانای خوب و نسل آینده که این امام اعظم کی بوده، چقدر همت داشت. پس به صرف این که یک بزرگداشت و یک تعدادی جمع بشن، تعریف و تمجید از گذشته بکنن. حکیم عرب میگه که لیس الفتا من قال کان ابی ان الفتا من قالها انا ذا. جوان کسی نیست، جوان مرد کسی نیست که بگه پدرم و گذشتگان من این بودن. همیشه تعریف گذشتگان بکنه اما خودش هیچ تلاشی نداشته باشه. ما وقتی بزرگداشت میگیریم یعنی این که الهام بگیریم، رمز و راز موفقیت اون بزرگ. سوم این که انسان مسلمان باید آگاه باشه به مسائل عصر و روز و علوم عصر و روز، چون که هر عصری و هر زمانی متطلبات خودشو داره، مسائل خودشو داره، امکانات و ابزار خودشو داره. پس از امکانات روز و علوم روز و مسائل روز نباید عقب بمونیم، چون اسلام گفته هم دنیای آباد و هم آخرت آباد. ولا تنس نصیبک من الدنیا. بله،
دنیا ملعون نیست، دنیا خیر و برکت. خوشا آنان که با عزت زیگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. دنیا همه چیز توش هست، مهم که با چه نگاهی به دنیا نگاه بکنیم. چهارم، آگاه بودن و اطلاع داشتن از سیاست‌های استعماری حاکم بر دنیا. مسلمان نباید فقط ساده و دلپاک باشه، باید زیرک و باهوش باشه، مثل امام اعظم. زیرک و باهوش، دلی مهربان پاک بی آلایش، مثل دل پرنده و گنجشک کبوتر، اما زیرکی و باهوشی مار. بالاخره سیاست هایی بر دنیا حاکم هست، ما اگر نفهمیم سیاست استعمارگران، خب دچار مشکل خواهیم شد. من مجبورم که کمی توسعه بدم تو این مسئله. استعمار 3 تا سیاست جهنمی رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی پیاده میکنه. یکی سیاست نفس طولانی، این شنیده بودید، سیاست نفس طولانی. یکی سیاست 1 قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو. یکی سیاست تفرقه بنداز، حکومت بکن. سیاست نفس طولانی، نفس استعمار خیلی درازه و خیلی طولانیه، خسته نمیشه. امروز کاری انجام میده برای 200 سال بعد، امروز برنامه‌ای میریزه برای 200 سال 300 سال بعد. ما مسلمان ها عجول هستیم، کاری میخوایم امروز بکنیم فردا نتیجه ببینیم. سیاست نفس طولانی، ما هم در قبالش سیاست نفس طولانی برای مقابله. در سیاست نفس طولانی جهل یکی از سیاست هاشونه، یعنی امت اسلامی رو میخوان که همیشه جاهل بی سواد بمونن، چون وقتی بی سواد موندن نیازمند میشن، خودشون بی نیاز میشن. وقتی نیازمند شدیم به اونها دیگه مستقل نیستیم، دیگه هیچی نداریم و اونها نمیخوان که ما نیاز علمیمونو و علم روزمونو برطرف بکنیم. دیگه در سیاست نفس طولانی فحشا، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اینا ابزار سیاست‌های نفس طولانی است برای تضعیف امت اسلامی که یک روزی قطب جهان بودن. امروز شعاری هست به اسم العولمه یا جهانی شدن، یعنی تک قطبی شدن. من یه مثال میزنم، شاید تو کشور شما هم این شعار خیلی براقه و جذابه. نمیدونم تو کشور شما هم شنیدید فرزند کمتر زندگی بهتر؟ سازمان بهداشت جهانی میگه 1 فرزند 2 فرزند زندگی بهتر. میگن امکانات کمه، اگر تو 10 تا فرزند داشته باشید نمیتونید بهشون برسید، هزینه‌شون، خرج تحصیلشون. این شعار خیلی زیباست، ولی پشت این شعار یک قضیه دیگه هست. آمریکا سالی 20 میلیارد دلار از کانال سازمان بهداشت جهانی هزینه میکنه در جهان، خصوصا در کشورهای اسلامی، که نسل مسلمانان رو کمرنگ بکنه، در صورتی که تحقیقات نشون داده که با جمعیت بالای خود آمریکا سالی 50,000 نفر غیر آمریکایی بهشون پاسپورت میدن که به جمعیت آمریکا اضافه بشه. خود دولت آمریکا اعلام کرده هر آمریکایی 1 فرزند به دنیا بیاره تا 2 سال مادرش مرخص از حکومت و حقوق میگیره، پدرش هم همچنین، و هر فرزندی ماه 900 تا 1000 دلار هم
اگه یک بچه به دنیا بیاره، ولی در جهان اسلام میگه فرزند کمتر زندگی بهتر. میخواد نسلو، چون که تحقیقاتشون نشون داده که تا 30 سال آینده دیگه اسلام همه جا رو قبضه میکنه. جالب اینجاست که در خود آمریکا چرا میگن فرزند کمتر زندگی بهتر؟ چون که اونجا جامعه از هم پاشیده، خانواده وجود نداره، زن آزاده، مرد آزاده. در نتیجه ازدواج کردن، چون ازدواج سنت پیامبره و سبب مسئولیت میشه و سبب توسعه و توانمندی میشه. در نتیجه اونجا ازدواج نیست، چون که ازدواج مسئولیت داره، هزینه داره، تربیت فرزند داره و زن اونجا آزاده. هم لذت، اگر کسی ازدواج بکنه لذتش کمتره تا اینکه آزاد باشه با هر کسی، در ظاهر لذتش بیشتر و مسئولیتش کمتر. ازدواج لذتش کمتر، مسئولیتش بیشتر. درسته؟ چون یک زن دیگه، یک همسره، مسئولیتش، هزینه‌اش، خرج، مخارج. در نتیجه چون جامعه خودشون متلاشی شده، چیزی به اسم مادر اونجا وجود نداره و چیزی به اسم همسر اونجا وجود نداره. گفتن که مسلمانان فرزند کمتر زندگی بهتر، ولی خودشون هر کسی یک بچه به دنیا بیاره این قدر چه امتیاز داره. جالب اینجاست که باز کسی استقبال نکرده از این طرح در آمریکا، چون آمریکا و اروپا یک کشور پیره، یک کشور پیره، سنشون پیره. در نتیجه کسانی که از این طرح استقبال کردن دو گروه بودن: سیاه پوستا که اینها زنگی های اونجا هستن، اصلیتشون مسلمان بودن، و مسلمونا اینا بچه دار میشدن، جایزه میگرفتن. یعنی سالی 50,000 پاسپورت فقط آمریکا میده که انسان بره اونجا آمریکایی بشه. خب چه لزومی داره؟ پس ما باید سیاست های حاکم بر جهان و توسط استعمارگران بدونیم، وگرنه نمیتونیم موفق بشیم. یعنی یک مسلمان این که فقط نمازش بخونه و فکر نکنه و درس نخونه و روزه بگیره و ساده باشه و سرش بندازه پایین، خب یا کنجنشین باشه، یک تصویر هم دستش بگیره فقط ذکر بکنه، این خب آمریکا و استعمار از خداشه که مسلمان ها تو مسجد بنشینن دنبال علم نرن. پس ما نیاز داریم به مسلمانی که هم از دینش اطلاع کامل داشته باشه و هم از ابزار و امکانات علم روز و هم از تاریخ رو بدونیم، سیرت رو بدونیم و هم از سیاست های حاکم بردونیم. استاد میبخشین، در کشور ما با اقدام و دستور رئیس جمهور محترم امام علی رحمان سال آینده سال معارف و فرهنگی تکنیکی اعلام گردیده است. شما در این خصوص برای ما چی توصیه میدهید؟ خیلی ممنون، جزاکم الله خیر. این سوالم بسیار سوال خوبیه. من خیلی خوشحال شدم، یعنی 1 سال پیش که خود پرزیدنت امام علی رحمان اعلام کردن، بلافاصله اونجا خبر به من میرسه بدون تلفن ها، چون من در طول هفته هر روز دوستان و برادران تاجیکی اونجا میان بندر عباس، بعضی مستقیم میان از اینجا، بعضی میان مشهد، بعضی از جاهای دیگه میان و این خبر بلافاصله من خیلی خوشحال شدم و اولین کسی که در اولین باری که این خبر رو شنیدم در دبی بودم. یکی از دوستان اونجا به من گفت حالا سال امام اعظم اعلام شده، فرصتی است که شما بیاید. به من گفت که شما یک سخنرانی درباره امام اعظم داشته باشید تو مسجد خودتون اونجا بفرستید برای عنوان هدیه برای ما. خب من فکر نمی‌کردم که دیگه توفیق پیدا کنم که خودم بیام، ولی 1 سال پیش من این خبر داشتم، خیلی خوشحال شدم، چون یک ابتکار خیلی خوبیه. این حرکت یک ابتکار خیلی خوبیه برای معرفی شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام به نسل جوان و آینده. اینها بدونن این شخصیت‌ها که
خب این که امام اعظم ابو حنیفه بوده رحمت الله علیه ما مقلدشیم کافی نیست، این که شناخت نیست. امام اعظم کی بوده؟ چه شخصیتی بوده؟ وقتی من میگم 4000 معلم و استاد از تابعین داشته یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی علم با یک استاد و 2 استاد و 3 استاد نیست. من فکر میکنم این خدمت بزرگی است که رئیس جمهور شما به خصوصا نسل آینده که میخواد شما وقتی اقتدا میکنید و تقلید میکنید و پیروی میکنید از یک امام و پیشوای بزرگی بدونید که اون که بوده. و من میدونم که این تحول بزرگی در جامعه تاجیکستان ایجاد میکنه انتخاب این سال و نامگذاریش. من دوباره مطلع شدم قبل از اینکه این عزیزمون اینو بیان بکنه، این که سال آینده دوباره چه اعلام کردن رئیس جمهور عزیز شما که سال تکنولوژی است دیگه، علم و تکنولوژی، علم روز. و اینم خیلی حرکت بسیار حساب شده و ارزشی است. یعنی دین و دنیا در کنار هم دیگه. ما بالاخره 4 تا زندگی داریم. انسان 4 تا زندگی داره. هر 4 تا جزئی از زندگی انسانه و هر 4 تا باید تقویت بشه. علما میگن الحیات الجنینیه، حیات جنین. ما 9 ماه 9 روز 10 ماه تو جنین هستیم، اونجا یه زندگی داریم. وظیفه پدر و مادره که اون زندگی ما رو خوب بر تدارک ببینه در اونجا. وقتی به دنیا میایم 3 تا مرحله زندگی داریم، از تولد تا بلوغ، از بلوغ تا پیری و از پیری تا مرگ. هر کدومشون دوباره یک مرحله هست. پس زندگی دنیوی جزئی از زندگی ماست، الحیات دنیویه. پس باید هر چیزی که دنیای ما رو آباد میکنه و توسعه میده باید بهش بپردازیم. دنیای آباد، دنیای قوی، آبرومند، چون دنیا مال ماست، دنیا برای ماست. در نتیجه باید قوی عمل بکنیم و ما جانشین خداوند هستیم. انسان جانشین خداست. بعد داریم زندگی برزخ و داریم زندگی اخروی که فعلا کاری مندتا ندارم به خاطر ضیق وقت. این حرکت که سال آینده سال علم و تکنولوژی است، من فکر میکنم خیلی انگیزه ها رو در نسل آینده بالا میبره. این که دنیای خوبی داشته باشن، به فکر دنیای قوی و آباد و توسعه یافته‌ای باشن. و ما فکر میکنیم که بد نیست که اشاره بکنم به یک مسئله. قبل از اینکه اشاره بکنم، در سوره انشراح خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. انسان مسلمان همیشه در تلاشه. اگر از یک کار خیری و یک عمل مفیدی فارغ شدید نباید فراغ ایجاد بشه، فاصله بیفته. بلا فاصله باید یک کار خیلی دیگه رو شروع بکنید. اگر فراغ ایجاد شد و فاصله افتاد انسان سرد میشه. و اذا فرغت فانصب یعنی دوباره استقامت بکن، یک کار دیگه شروع بکن. سال امام اعظم تمام شد، بلا فاصله هنوز تمام نشده اعلام شد سال علم و تکنولوژی، علم روز. و این بسیار حرکت خوبی است و قطعا تحولاتی رو ایجاد میکنه. در نسل جوان نیاز ما همطور که گفتم در کنار علوم دینی که ضروریت دارد و اولویات دارد، علم روزم هست. خود دانشمندان غرب این آمار رو دادن که 99% انسان‌ها استعدادشون و هوششون از متوسط به بالاست. 1% فقط از متوسط به پایینه. خوب دقت بکنید، ابن خلدون رحمت الله علیه میگه که لا محال تحت الشمس،
تا زمانی که آفتاب بر این زمین میتابد هیچ چیزی محال نیست. یعنی همه چیزو میشه به دست آورد. وقتی آفتاب متوقف شد دیگه خب دنیا برچیده شده. لا محال تحت الشمس. پس همه انسان ها 99% هوششون بالای متوسطه، خصوصا این منطقه ایران زمین گذشته منظورمه، نه از آن، یعنی فارس یا خراسان یا این منطقه که شامل کشورهای شما میشه و ایران میشه و افغانستان میشه. اینو واقعا از هوش خدادادی بالایی برخورداره. این هم اختراعات و اکتشافات فقط 1 یا 2% که داریم میبینیم الان در دنیا. بررسی ها نشون داده که کشور آلمان از هر 1 میلیون نفر جمعیت 6000 ژن برتر دارد. یعنی از 1 میلیون نفر جمعیت 6000 ژن برتر. متوجه میشید ژن برتر یعنی چی؟ یعنی استعدادهای برتر. کشور ایتالیا و ژاپن از هر 1 میلیون نفر جمعیت 5400 تا 5600 ژن برتر. کشورهای اسلامی از جمله ایران از هر 1 میلیون نفر 1.5 تا 2 نفر، از 1 میلیون نفر 1.5 تا 2 نفر. این میدونی معناش چیه؟ یعنی اونها از ما با استعدادترن؟ نه، معناش اینه که اونها این ژن‌ها و استعدادها رو از سن بچگی پرورش دادن، تست دادن، تقویت کردن. ما در کوه‌ها دنبال معدن گچ، معدن سنگ، معدن شن هستیم. داریم کوه رو میچرخیم که معدن گچ و سنگ و سیمان و شن و ماسه و شن پیدا بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الناس معادن کمعادن الذهب والفضه خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا، او کما قال صلی الله علیه و سلم. این فرمایند انسان‌ها چون معدن‌های طلا و نقره هستند. بهترین شما در جاهلیت، بهترین شما در اسلام، به شرطی که درک و فهم و شعور داشته باشند. نه اینکه ما ژن‌های برتر نداریم. چرا در 1 میلیون نفر 1.5 نفر؟ هر ژاپنی و آلمانی در 24 ساعت شبانه روز 9 تا 11 ساعت مطالعه مفید داره. ولی میانگین مطالعه در کشورهای جهان سوم خصوصا اسلامی بین 2 دقیقه و نیم تا 5 دقیقه است هر نفر در روز. کتابی خوندم درباره ژاپنی ها، میگفت که درآمد اقتصادی سالانه میانگینش در ژاپن هر نفر 12 میلیون تومان تقریبا، تومان ایران. 10% از این مبلغ سالانه هر ژاپنی کتاب میخره. یعنی سالی 2 میلیون تومان کتاب میخره، 1,5 میلیون کتاب میخره. ما در عمرمون 50 سال شاید 500,000 تومان، من به واحد پول شما نمیدونم چیه، سومانی. خب دقت بکنید هر سال 10% درآمدش کتاب میخره برای. سوال خیلی به جایی است، دیدگاه من چیه و انتخاب به جایی است که رئیس جمهور شما داشته، حسن انتخابه. پس ما میتونیم پیش بریم به شرطی که کمی تکون بخوریم، به شرطی که انگیزه هامون، به شرطی که فرهنگ نمیدانم نمیتوانم اینو دور بریزیم، بلکه فرهنگ میدونم و میتوانم و خدایا کمکم کنم. این صحبت پروفسور حسابی ماست. پروفسور حسابی ما در ایران میگفت زبانی کشورهای اسلامی میتونن موفق باشن که فرهنگ نمیدانم و نمیتوانم کنار بگذارن، بلکه بگن میدونم و میتوانم خدایا کمکم کن. این فرهنگ رو باید، زمانی ما بچه بودیم در مدرسه به ما میگفتن بابا آب داد، بابا نان داد. اگر یادمون میدادن که میتونم
میدونم میتوانم، بابا نان داد، بابا آب داد، بابا زن داد، بابا خرجی داد، بابا خانه داد، تنبل شدیم دیگه، همه چی بابا داد بابا داد بابا داد. پس خودمون یعنی چی؟ میتوانم، ولی نباید مغرور بشیم. میتوانم، خدایا کمکم کن، باید تلاش هم بکنیم. من دوباره در لابلای این صحبت ها 3 عامل برای موفقیت لازم هست: یکی تفکر، یکی تلاش و یکی توکل. در تفکر 3 مقوله هست: فکر کردن، مثبت فکر کردن و جهانی فکر کردن. دوباره میگن علما تفکر مثل چتر نجاته. اگر کسی از هواپیما میاد پایین چتری داره، اون دکمه نزنه که چتر باز بشه، سقوط میکنه. این فکر چتر نجاته، باید باز بشه. فکر اگه بسته بشه جواب نمیده، این فکر باید باز بشه. و شما در بهترین سنی هستید که میتونید این آیات و این احادیث و این ارشادات رو به نمایش بگذارید با درس خوندنتون. اگر از من بپرسن که چه توصیه‌ای دارید، به جوانان میگم درس بخون، درس بخون، درس بخون. این چیز دیگه نیست. درس بخون، درس بخون، درس بخون. فرمایش. آقای پردیر، من گمان میکنم که اگر اشتباه نکنم نخستین ملاقاتی که شما با تاجیکستان آمدید این در تلویزیون بارستان شده خیلی است. بله. نخستین ملاقات بود و اون چیز برای کلی تماشاگران نورس ما خوشنودی است که شما البته یک اطلاع خیلی خوبه دارید درباره تلویزیون بهارستان. من از نام کلی بینندگان شما را خوش آمدید میگم و چون هدف اساسی شما شرکت در کنفرانس بخشیده به سالگرد امام اعظم است و شاید نکات مهمترینی همون تعلیمات امام اعظم دایر و تربیت نسل نو است. شاید از همین اشاره میکرده درباره تربیت نوجوانان و کودکان. امام اعظم رحمت الله علیه در یک خانواده سرمایه‌دار و توانمند از نظر مالی به دنیا آمدن و در کنارش تدین، یعنی هم امکانات مالی و هم امکانات معنوی و تربوی اونجا بوده. قطعا وقتی که فرزندی موفق میبینیم، قطعا پشتش یک پدر و مادر و یک والدین موفق و خوب و با انگیزه و با نشاط و قوی وجود داره. چون پدر و مادر میتونه نقش بسزایی داشته باشه در تربیت فرزند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از مربی و معلم خوبی که پدر و مادر باشه و دلسوز باشه برخوردار بود. پس اگر ما بخوایم نسل قوی داشته باشیم، باید مربیان خوبی که پدر و مادران خوبی باشن چه داشته باشیم. امام اعظم همونطوری که در ابتدای صحبتم اشاره کردم، با دارا بودن پدر و مادر خوب موفق شد که از 4000 معلم از تابعین کسب فیض بکنه. از 4000 معلم با تخصصات مختلفشون و اونقدر ایشون با تواضع و فروتن بودن که 18 سال زانو زدن جلو استادشون حماد و از ایشون کسب فیض کردن. 18 سال خستگی ناپذیر بودن. یعنی اون استعداد و هوششون آموخته کرد و فکرشون با تلاش بیوقفه خستگی ناپذیر برای کسب علم و توکلش هم بر خدا. تفکر، تلاش و توکل. و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه و اتقوا الله یعلمکم الله. تقوا خودش سبب
علم لدنی خواهد شد. همه این ابزار در امام بود و خداوند برای این شخصیت مقبولیت نوشته بود و بعد محبوبیت. پس توفیقات خداوند طلبیدنی است، یعنی ما باید توفیق رو بطلبیم. پدر و مادر ما باید توفیق رو از خدا بطلبن و بزرگترین توفیق فرزند عالم، صالح و مصلح هست. فرزند عالم، صالح و مصلح، یعنی تنها صالح شدن ملاک نیست، بلکه مصلح شدن هم ملاک نیست. همین ابزار بالاخره دست به دست هم داد و عوامل این شخصیت شکل گرفت. شخصیتی فارسی، از اصل جدشون از کابل بودن، ولی امام و پیشوای بزرگ در فقه اسلامی شدن که میلیاردها انسان مسلمان عرب هم بیشون اقتدا میکنن. برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن، بنگر تا چه حد است مقام نبینن. و رفعنا لک ذکرک، نام نیکو که همینطوری بلند نمیشه، باید رفتار نیکو باشه، عمل صالح باشه. پس خوب دقت بکنن عزیزان که یک عجم و یک فارسی، فارس زبان، از کشور افغانستان، از کابل، اصلیتشون از کابل، به چه مقامی رسیدن که پیشوای میلیاردها مسلمان عرب هم شدن و تاریخ خودشو تکرار میکنه با خوبیهاش و بدیهاش. و شما هم میتونید در آینده شخصیت بزرگی بشوید اگر که در همه اون عواملی که سبب موفقیت امام شد شما هم انشاءالله تلاش بکنید و حرکت بکنید و الگو برداری بکنید، قطعا شما هم انسان‌های بزرگی خواهید شد. تشکر. یک نکته دیگر، چون در صحبت شما بیشتر به کودکان و نوجوانان توجه کردید، خیلی خوب است و واقعا آن چیز باعث خوشنودی در تاجیکستان نیست. پس از به دست آوردن اسکولات دولتی امروز نوجوانان ما امکان دارند که هم از علم‌های دنیوی و هم از علم‌های دینی خیلی بهره خوب گیرند و یکی از مثال عالی ترین این مثلا تأسیس دانشکده اسلامی در تاجیکستان است. و آن چیز دیگر اون است که مثلا امروز علاقه کودکان و نورسان ما میتوانند که در آزمون‌های گوناگون جهانی در رابطه با علم‌های دینی و دنیوی شرکت می‌ورزند و جایزه سزاوار را هم می‌گیرند. و یکی از این گونه نورسانی که حالا در پهلوی ما نشسته است، نوری‌الدین، در آزمون قرائت، در آزمون قارگی در شهر جده جای مقام اول را سزاوار شد و شاید پاره از قرائت ایشان را شنوید. بله حتما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين صدق الله العظيم. جزاکم الله خیر. خیلی خوشحال شدیم از هم قرائت زیباشون که احکام تجویدی رو رعایت می‌کردن و هم صدای زیبا و دلنشینشون. ایشون کوچک بزرگ هستن. سلامت باشید. ما را بهشت صحبت یاران همدم است و شکر میکنیم که این فیض ما را تو فیض شما نصیب گردید.
متشکرم. ما از گلشن دیدار گل میچیدیم، هر کجا آینه بینید زیمایات. از نام همه اخلاصمندان و هوادارانتان، علاقمندان تلویزیون بهارستان، شما را برای قدم رنج فرمودن و چنین یک صحبت خاطرمان نمودن اظهار سپاس میکنیم و همچنین از زبان آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی میگوییم 1000 سال بیزی 100,000 سال بیزی. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، این بود برنامه از سلسله برنامه‌های بخشیده به جشن بزرگداشت امام اعظم. تا بازدید در برنامه‌های دیگر، خوش بمانید و پیروز باشید. من هم تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این شبکه خوب و بینندگان خوب این برنامه. برای همه هم آرزوی موفقیت دارم. خدایا رو نگهدار شما باد. سلام علیکم.